خیلی انسان بیماری جنی می شود، یعنی روحی، بیماری روحی هست. البته این یکی از علامتاش این است که مثلا وقتی که دکترها کشف میکنند یگان نتیجه بیماری در این آدم نمیبینند. مثلا جایی که شکایت میکند سرم درد میکند میگن یا شکمم درد میکند میگن، همون جایی میبینن چیزی نیست، یعنی چون که این چیزی حسی نیست، این چیزی معنوی روحی هست. بنابراین این یکی از علامت های در آمدن جن یا اینکه بودن سحر. خب الله سبحانه و تعالی در سوره یونس میگوید که ان الله سیبطله، سحر را الله باطل میکند. خب مادامی که الله باطل میکرده باشد باید ما بسیارتر توجه به سوی الله کنیم، نه به سوی مخلوق ها، علل خصوص به مخلوق های کافر مانند جادوگرها، فالبین ها، گیپناسچی ها، اینا همش سحر است. در حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. هر یک دردی که الله تعالی نازل کرد برای همان درد شفا نازل کردگی است. هر یک درد شفا دارد. ببینید همین حدیث در صحیح بخاری است. درد را الله نازل کرد، دوا را هم الله نازل کرد. خب مادامی که الله نازل کرده باشد بهترین راه حل مشکلی این توجه به سوی الله سبحانه و تعالی، چون که او درد نازل کرد، او شفا نازل کرد. شفا در دست الله تعالی است. بنابراین بهترین نوع تبابت این دعا هست و توکل به الله تعالی هست. بنابراین حضرت عایشه بیماری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را نقل کرده گفتند که سحر رسول الله صلی الله علیه و سلم یهودی من یهودی بنی زریق، یا یهودی از یهودی های بنی زریق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را سحر کرد که یقال له لبید بن الاعصم، نامش لبید بن اعصم بود. قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. حضرت عایشه میگن که حتی به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان خیال می آمد که گویا یک کار را کرده ایستادن لیکن در حقیقت نکردن. همین خیلی یک سحر خیالی بود. حتی اذا كان ذات يوم او قال ذات لیلة، حتی یک روز بود یا یک شب بود، یعنی بعد چند روزی بیماریشون دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند. ثم دعا، سپس دعا کردند. ثم دعا، سپس دعا کردند. ثم دعا، سپس دعا کردند. یعنی دعا کردند. وقتی که دعا رو به خاتمه رسانیدند آخری دعا باید صلوات گویید تا اینکه دعاتون قبول شود. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد. تمام نوعهای صلوات هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است اجازت هست. از همه بهترینش صلات ابراهیمیه که در آخر نماز میخوانیم. با دعا کردن، بعد اینکه دعا رو به آخر رسوندن با دعا کردن، همین خیلی 4 مراتبه دعا کردن حتی الله سبحانه و تعالی سحر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را کشاد. و این چنین از حضرت سعد آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که دعوت ذی اذ دعا وهو فی بطن الحوت، شما دعای حضرت یونس را به خاطر آرید چون دعا کرد حالان که او در شکم ماهی بود. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. غیر تو ای الله دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر الهی بر حق نیست، دیگر پروردگاری حقیقی نیست. این دیگر اینا پروردگاری دروغی هستند، این بت و هیکل ها. الهی حقیقی، پروردگاری حقیقی این تو هستی، غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست. سبحانک، تو پاک هستی از تمام صفت های پست، عیب و نقصان. انی کنت من الظالمین، من از جمله ظالم ها شدم، یعنی من گناه کردم، من خطا کردم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. با همین دعا کدام مسلمان اگر دعا کند مگر الله تعالی دعایش را قبول میکند. حدیثی ترمذی هست و این حدیث هم صحیح الاسناد است و امام ذهبی هم این حدیث را گفتند حدیثی صحیح است. و یکی از عملهای بزرگ خیلی که گفتیم
توکل به الله تعالی، یعنی تکیه به الله تعالی در جلب فایده و دفع همین ضرر به الله تکیه کردن است. باوری کردن و دعا کردن، از او پرسیدن و توبه کردن به گناه ها و استغفار پرسیدن، یعنی استغفر الله و اتوب الیه بسیار گفتن و نماز خواندن و ذکر بسیار و قرائت قرآن. از ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یقول عند الکرب، در وقت مشقت سخت میگفتند که لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم میگفتند. اگر این دعا را هم گوید ان شاء الله سحر کشاده میشد. این علاج هایی که مختصرا الان ذکر کردیم، این شما میتوانید بی رفتن به نزد یگان قاری یا علمدار یا رقیه خان، شما میتوانید این علاج ها را خودتان در خانه اجرا کنید.